سلام گرم خدمت تمام همراهان عزیز گروه آموزش شطرنج ایران پلاس. خوش آمدید به محاسبات مربوط به یکی دیگه از پازل های شطرنجیمون. این بار میخوایم پازل شماره 83 رو با هم محاسبه کنیم و ببینیم که آیا میتونیم به یک کیش در 7 حرکت برسیم یا نه. یک مقدار شاید حالا طول بکشه. به هر حال خب مثل همیشه با موقعیت مهرها شروع میکنیم. برای سفید شاه در G2 قرار داره، وزیر در G6، اسب در F7 و پیاده ها در E5، F2، G3 و H5 قرار دارن. و اما برای سیاه شاه در G8 قرار داره، وزیر در E1، دو تا رخ داریم در خانه های B3 و B6 و پیاده ها در خانه های D5، E6 و G7 قرار دارند. خب ما یک رخ عقب هستیم و یک پیاده جلو هستیم و یه پیاده و یه اسب برای یه رخش و یه رخ کامل عقب هستیم و شاهمونم موقعیتش بد نیست، امن‌ترین شاهی که داشتیم نیست، ولی خب موقعیتش بد هم نیست. خب بریم ببینیم که چیکار باید بکنیم. کیشامون رو نگاه کنیم. کیشایی که داریم، یکیش با وزیر داریم در خانه H7 که خب وزیرمون به عنوان مهره آویزان هست، همچنین اسب اون آویزان هست که هر دوتا مهره در معرض گرفته شدن هستن. کیش سالمی نیست. اگر کیش دیگه‌مون جواب نداد برمیگردیم اینو محاسبه میکنیم. اول کیشای سالم رو محاسبه کنیم. بعد تنها کیش سالمی که داریم کیش با اسب در خانه H6 است. درسته که به نظر میرسه که اسب ما رو میتونه بگیره، ولی خب پیاده G7 آچمز هست، پین شده توسط وزیر ما. خب اینجا شاه سیاه دو تا بیشتر خانه برای رفتن نداره، یا باید بره به خانه H8 یا بره به خانه F8. اگر به خانه F8 بره که ما خیلی ممنونش هستیم، چون خانه F8 رو اسب ما پوشش میده و ما با یک حرکت ساده وزیر در F8 کیش و ماتش میکنیم و تموم میشه دیگه. محاسبه زیادی هم لازم نداریم. نه، اگر به خانه H8 بره، اون موقع ما بدون ما کیش دیگه داریم. بله، در اون صورت کیش ما با وزیر در خانه E8 راهش باز میشه. خب به طب شاه تنها خانه‌ای که داره خانه H7 خواهد بود که بره و ما هم تنها کیشی که داریم میتونیم بیایم با وزیر در خانه G8 و کیش بهش بدیم. توجه کنید اینجا وزیر ما هنوز پوشش اسب رو داره، ولی اسب ما قربانی میشه. بعد ببینیم که آیا این شبکه ماتی پیاده هامون پاسخگو خواهد بود یا نه. خب شاه سیاه تنها راهی که داره اینه که اسب ما رو در خانه H6 بزنه و ما یواشکی از خانه G8 به H8 میریم و کیش میدیم و از طریق تاکتیک اکستری از پیاده H5 خودمون هم دفاع میکنیم. دیگه پیاده‌مون رو نمیتونه بزنه. خانه G6 هم نداره بره، بنابراین تنها خانه‌ای که میتونه بره خانه G5 خواهد بود. حالا به G5 که بیاد، خب ما نمیتونیم بیایم میتونیم بزنیم پیاده‌ش رو کیش بدیم، ولی خب مسلماً اون موقع میاد به راحتی پیاده H5 ما رو میگیره.
ولی کیش بهتری که داریم با تشکیل یک زنجیره پیاده‌ای با حرکت F4 بهش کیش میدیم. دوستان زنجیره های پیاده‌ای یکی از مباحث بسیار جذاب در شطرنج هستند که تیم مقابل حریف اگر بخواد حمله کنه مجبوری که بره به پایه زنجیره حمله کنه، هیچ وقت به بدنه و نوک زنجیره حتی مخصوصا با شاه نمیتونه حمله کنه. بنابراین با یک زنجیره پیاده که تشکیل میدیم بعد مجبورش میکنیم که انتخاب کنه که کجا بره. بعد کیش که بهش بدیم احتمالاً تنها جای امنی که خواهد داشت و راه فرار هم از طریق این دایگونال به اصطلاح براش باز میشه خانه F5 خواهد بود برای شاه که در اون صورت ما میتونیم با کیش در خانه H7 کیش بهش بدیم. بعد راهی برای فرار کردن خواهد داشت در اون صورت. فکر کنم دیگه اونجا کیش مات میشه، درسته؟ یا نه یه حرکت دیگه هم داره که میتونه بیاد به خانه G4. به G4 هم میتونه بیاد که به G4 بخواد بیاد برای ما هم به G6 میایم با وزیرمون و ماتش میکنیم. بریم همینو در مقابل بات chess.com بازی کنیم و ببینیم که آیا محاسباتمون درست بوده یا نه. همونطور که گفتم اولین حرکت رو با اسب H6 کیش میدیم، شاه رو به خانه H8 میبره، وزیر E8 کیش، شاه به خانه H7 میاد، تنها خانه‌ای که داره، وزیر G8 کیش، پیاده اسب ما رو میزنه، شاه در H6 و وزیر H8 کیش، شاه همونطور که محاسبه کرده بودیم تنها خانه‌ای که داره خانه G5 بود و ما با F4 کیش بهش میدیم، تنها خانه‌ای که میتونه بره. البته خانه دیگه هم داره، بهترین خانه براش خانه F5 بود. گفتیم که میخواد راه فرار رو از طریق این به اصطلاح خانه های اوریب B1 تا H7 برای خودش باز کنه. ما میایم وزیر در H7 کیش و شاه به خانه G4 میاد. اینجا حواستون باشه اگر بخوایم پیاده رو بزنیم بهش کیش بدیم، پیاده خودمون رو در معرض خطر قرار میدیم. بنابراین وزیر در وزیر G6 و کیش و مات. خب خوشحالم که امروز هم در خدمت شما بودم. تشکر میکنم از جناب استاد سید جراحی. پازل خوبی بود. پازلمون یک به اصطلاح مسیر بیشتر نداشت برای به نتیجه رسوندن و خیلی محاسبات پیچیده لازم نداشت. فقط باید حواسمون می بود که یکی خانه فرارش رو از این به اصطلاح ستون مورب ببندیم و حواسمون باشه که با تشکیل زنجیره به هیچ عنوان نمیتونست به پیاده اف ما حمله کنه. و یکی هم که خب قبلا با این به اصطلاح اکس ری رو دیدیم. چند تا تاکتیک مختلف اینجا بود که ما تونستیم استفاده کنیم و شاه سیاه رو در شبکه ماتی مات کنیم، در حالی که ما هنوز هم 9 امتیاز از سیاه عقب هستیم. خب دوستان تا روزگاری دیگر، ایامتان بکام، دلتون خوش و لبتان خندان.